به نام خدا. با سلام خدمت امران عزیز. امروز با معرفی پروژه استایلس در خدمتتون هستم که از طرف آربیتروم حمایت شده. 120 میلیون دلار جذب سرمایه داشته و از اونجایی که تست نت هست هیچ هزینه‌ای نداره. تسکاش هم خیلی راحته و خیلی سریع، زیر 10 دقیقه میتونید تسکاش رو انجام بدید و اصلا وقتگیر نیست. ولی احتیاج به توکن تستی سپولیا دارید. برای گرفتن توکن تستی سپولیا وارد این صفحه میشید. قطعا همتون از قبل داخل این سایت آلچمی ثبت نام کردین و اگر هم ثبت نام نکردین وارد این صفحه که شدیم، این قسمت اینجا که برای من اسم نوشته، برای شما نوشته لاگین یا ساین اپ، یه چیز اینطوری نوشته. روی ساین اپ کلیک کنید، اکانت بسازید با استفاده از جیمیلتون. بعد که اکانت ساختین اینجا لاگین کنید، وارد اکانت خودتون باشید. وارد اکانت خودتون که شدید، برای گرفتن توکن تستی برید داخل والت متاماسکتون، آدرس والت متاماسک رو کپی کنید که از این قسمت میتونید آدرس رو کپی کنید. بعد اینجا آدرس والتتون رو پیست میکنید، یک کپچا داره، کپچا رو حل میکنید، روی گزینه سند میتر کلیک میکنید تا توکن تستی رو براتون بفرسته. حالا من چون 2 ساعت پیش توکن تستی رو گرفتم دیگه برای من نمیفرسته، هر 24 ساعت یک بار توکن تستی رو میتونید دریافتش کنید. و بعد از اینکه توکن تستی رو گرفتین، از این سایت هم باز میتونید توکن تستی دریافت کنید که اینم مشابه قبلی، خیلی فرقی با قبلی نمیکنه. آربیتروم سپولیا، اینجا سپولیا رو شبکه آربیتروم بهتون میده. از این سایت هم توکن تستی رو میتونید بگیرید. البته من هر دفعه از این سایت خواستم بگیرم کار نکرده، نتونستم از این سایت بگیرم، ولی با این سایت هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتم و به راحتی توکن تستی رو گرفتم. بعدش وارد این صفحه میشید، از اینجا روی کانکت والت کلیک میکنید، والت متاماسکتون رو به سایت متصل میکنید. حتما حواستون باشه که والتتون روی یکی از شبکه‌های تستی باشه. یعنی قبل از اینکه بخواید والتتون رو متصل کنید، اول والت متاماسک رو بذارید روی یکی از شبکه‌های تستی، مثل شبکه تستی سپولیا یا شبکه تستی گوئلی، که رو شبکه تستی باشه که وقتی که این سایت رو متصل میکنید بتونید از قسمت تست نتش استفاده کنید. بعد از اینکه والت رو متصل میکنید، اینجا شبکه سپولیا باشه. اگر دیدید شبکه سپولیا نیست، روش کلیک کنید، شبکه سپولیا رو انتخاب کنید. الان چون برای من شبکه سپولیا هست دیگه تو این گزینه‌ها شبکه سپولیا رو نمیبینید. اینجا شبکه سپولیا رو انتخاب میکنید، اینجا آربیتروم سپولیا رو انتخاب میکنید، اینجا کلیک کنید. اگر شبکه آربیتروم سپولیا نبود، آربیتروم سپولیا رو انتخاب کنید و از بالانسی که رو شبکه سپولیا دارید یه مقداریش رو انتقال بدید به شبکه آربیتروم سپولیا. الان من 11 و 4 دارم، از این 11 و 4 میام 3 دهمش رو انتقال میدم، چون قبلا هم یک اتر انتقال دادم، الان 3 دهم بیشتر انتقال نمیدم. اینجا 3 دهم رو انتخاب میکنم، روی این گزینه کلیک میکنم. والتم که باز شد، از این قسمت میتونم یه مقدار فی تراکنش رو بیشتر کنم تا سریعتر انجام بشه. بعدش روی کانفرم کلیک میکنم. خب حالا باید منتظر باشم تا این برج انجام بشه. سری قبلی که انجام دادم تقریبا 5-6 دقیقه طول کشید. اینجا درسته نوشته 10 دقیقه ولی زیر 10 دقیقه انجام شد، تقریبا 4-5 دقیقه طول کشید تا این برج رو انجام داد. حالا باید منتظر باشم تا این برج انجام بشه و موجودی من رو بفرسته به شبکه آربیتروم سپولیا. حالا من چون از قبل یه مقداری رو شبکه آربیتروم سپولیا انتقال دادم، دیگه فعلا نمیخواد منتظر باشم، ولی شما چون بار اولتونه باید منتظر باشین تا این انتقال انجام بشه، موجودیتون بشینه رو شبکه آربیتروم سپولیا. بعد از اینکه موجودیتون به شبکه آربیتروم سپولیا نشست، دوباره از همین صفحه اینجا آربیتروم سپولیا رو انتخاب میکنید. والتتون میخواد سویچ کنید به شبکه آربیتروم سپولیا. ناگفته نماند، اگر شبکه ها رو توی والتتون ندارید، اولین باری که اینجا شبکه رو انتخاب میکنید خود به خود والتتون باز میشه و از شما میخواد که شبکه رو اد کنید. پس به همین راحتی میتونید از همین قسمت شبکه رو اد کنید. حالا اینجا من سویچ رو میزنم و سویچ میکنم به شبکه آربیتروم سپولیا. بعد از اون این قسمت کلیک میکنم و اینجا این گزینه استایلس تست نت رو انتخاب کنم. این در واقع همون تست نتی هست که ما میخوایم رویش فعالیت داشته باشیم. این گزینه رو انتخاب میکنم. حالا یه مقدار از بالانس آربیتروم سپولیایی که دارم باید انتقال بدم به این شبکه تست نت. من قبلا 1 دهم انتقال دادم، حالا یه مقدار دیگه هم الان انتقال میدم. از این 9 دهمی که توی بالانس من هست میام فرضاً 3 دهمش رو انتقال میدم. اینجا 3 دهم رو وارد میکنم، منتظر میمونم تا این گزینه فعال بشه. روی این گزینه کلیک میکنم. والتون باز میشه. از این قسمت باز گسفی شبکه رو بیشتر میکنم که مقدار کارمزد بیشتری بدم ولی سریعتر انجام بشه. روی کانفرم کلیک میکنم. حالا باید منتظر باشم تا یه مقدار از این موجودی من انتقال داده بشه به شبکه
استایلس تست نت. خب بعد از اینکه یه مقداری اومد داخل این شبکه نشست رو استایلس تست نت، اینجا این فلش رو کلیک میکنم تا این بره بالا، این یکی شبکه آربیتروم سپولیا بیاد پایین و از بالانسی که توی این شبکه دارم یه مقدارش رو هم بریج بزنم باز به شبکه آربیتروم سپولیا. حالا از اینجا هم فرضاً 1/10 رو انتقال میدم. خب موجودی من فعلا 1/10 که اینجا زدم زیاده، پس کمترش میکنم. 0.02 رو میزنم انتقال میدم. خب ببخشید من اینترنتم قطع شد، مجبور شدم یک بار دیگه اینترنت رو وصلش کنم. اینجا صفحه رو رفرش کنم، دوباره از اول میخوام این تراکنش رو انجام بدم. چیزی که فراموش کردم بگم، من از قبل این شبکه استایلس تست نت رو به ولتم اضافهش کردم. یعنی اینجا وقتی که این شبکه رو انتخابش میکنید، شبکه استایلس تست نت رو که انتخاب میکنید، خودش ولتتون رو میاره بالا و ازتون میخواد که شبکه رو اد کنید. من قبلا ادش کردم. حالا شما اولین باری که این شبکه رو انتخاب میکنید، ولتتون باز میشه و شبکه رو به ولت اد کنید. بعد برای انجام دادن این تراکنش ها وقتی این شبکه رو باز انتخاب میکنید، خود به خود ولتتون باز میشه و سویچ میکنه روی این شبکه. سویچ که کنه روی این شبکه، بعد بالانسی که داخل این شبکه دارید اینجا داره بهتون نشون میده و الان برای من 37 متر هست. حالا از این 37 متری که من اینجا دارم یه مقدارش رو انتخاب میکنم، فرضاً 700 رو انتخاب میکنم و از شبکه استایلس تست نت میزنم به آربیتروم سپولیا. این بریج رو انجام شدم، روی این گزینه موو کلیک میکنم، اینجا 2 تیک رو میزنم، رو گزینه کانتینیو کلیک میکنم. ولتون باز میشه، اینجا روی این گزینه کلیک میکنم، دوباره یه مقدار فی رو بیشتر میکنم، روی کانفرم کلیک میکنم. حالا باید منتظر باشم تا این تراکنش انجام بشه. فکر میکنم این تراکنش هم چیزی هولوش 10 دقیقه ربع ساعت طول میکشه تا انجام بشه، ولی دیگه نیازی نیست من اینجا منتظر باشم تا بخواد این تراکنش انجام بشه. دیگه من صفحه رو میبندم و دیگه کاری به کارش ندارم، خودش انجام میشه. اینجا هم تو قسمت هیستوری هم که نگاه کنید تراکنش ها برای من ثبت شده، هیچ کدومش هم گزینه کلیم نداره که من بخوام کلیم کنم. این تراکنش ها خودشون انجام شدن. باز این قسمت ببینید گزینه کلیمش غیر فعاله، یعنی نیازی نیست که من کلیم کنم. حالا این 4 دقیقه دیگه باقی مونده، بازم من اینجا منتظر میمونم بعد از 4-5 دقیقه دیگه ببینم این گزینه کلیم فعال میشه که بخواد کلیم کنم یا نه. برای اینکه رو شبکه استایلس تراکنش بیشتری ثبت کنید، از این پلتفرم اوربیتر هم میتونید استفاده کنید. خودتون دیگه میدونید که این پلتفرم اوربیتر خیلی سر صدا کرده و احتمال اینکه ایردراپ داشته باشه زیاده، پس بد نیست که با این پلتفرم هم روی این شبکه کار کنید. چون تست نت هم هست، هزینه‌ای نداره. اینجا شبکه رو که انتخاب کنید میبینید این شبکه‌های تستی رو داره که هر کدومش رو خواستین داخلش توکن داشتین میتونید انتخاب کنید. حالا شما میخواید روی این شبکه تراکنش ثبت کنید، اینجا اینو انتخاب میکنید. اینجا هم یکی دیگه از شبکه‌های تستی رو انتخاب میکنید، مثلا همین آربیتروم سپولیا یا هر کدوم از اینا که داخلش توکن داشته باشید که بخواید بریج بزنید. حالا مثلا من اینجا سپولیا رو انتخاب میکنم. اینجا چون ولتم رو شبکه استایلس تست نت هست، شبکه استایلس رو بالا گذاشتم. خود اصلا میتونید این کارو هم نکنید، روی این گزینه کلیک کنید، شبکه‌ها جابجا میشه. بعدا از رو شبکه سپولیا گوئلی میتونید یه مقداری انتقال بدین به این شبکه یا از این شبکه یه مقدار انتقال بدین به اون. که حالا چون من میخوام روی این شبکه تستی تراکنش ثبت کنم، اینو میذارمش بالا، یه مقداری اینجا وارد میکنم، 300 اینجا وارد میکنم، رو گزینه سند کلیک میکنم، کانفرم اند سند رو میزنم. ولتون باز شده که از این قسمت یه مقدار گس فی رو بیشتر میکنم، روی کانفرم کلیک میکنم و منتظر میمونم تا این تراکنش هم انجام بشه. توی این سایت قبلی هم همچنان اینجا 4 دقیقه رو نوشته، در صورتی که تقریبا این 10 دقیقه گذشته. من منتظر موندم ببینم این در نهایت گزینه کلیمش فعال میشه یا نه. همچنان اینجا نوشته شده 4 دقیقه. حالا زیاد این مهم نیست، اینو میتونید فرضاً هر 3-4 روز یک بار که قرار روی این تست نت فعالیت داشته باشین، هفته یک بار تا فعالیت داشته باشین، هفته دیگه وقتی اومدین سراغش اگر اینجا دیدین گزینه کلیم داره، کلیم رو هم بزنید و کلیم کنید. چیزی که خواستم آخر کار بگم اینه، این سایت هم اینفورا هیچ بعید نیست که ایردراپ بده. تو برخی از کانال ها دیدم که نوشته بودن ایردراپش تایید شده ولی منبع رسمی ازش ندیدم. حالا هیچ، به نظر من اگر میتونید تو این سایت هم ثبت نام کنید و ازش
توکن تستی بگیریم. برای گرفتن توکن تستی هم اینجا توکن تستی سپولیا بهتون میده، لینیا هم بهتون میده. حالا قسمت لینیاش نمیدونم فعال باشه یا نباشه، نمیدونم. حالا کلیک کنم ببینم اینجا هم توکن تستی به من میده یا نمیده. برای گرفتن توکن تستی از این سایت هم هیچ کاری نداره، میخواد داخلش ثبت نام کنید که با استفاده از جیمیلتون ثبت نام میکنید، یه جیمیل براتون میفرسته. بعد از اینکه جیمیل فرستاد جیمیلتون رو تایید میکنید، ثبت نامتون تکمیل میشه، باز وارد این صفحه میشید، اینجا لاگین میکنید، میاد توکن تستی میگیرید. بله توکن تستی لینیا هم به من داد. حالا لینیا لازم نداشتم، ولی قسمت سپولیا میتونید توکن تستی سپولیا بگیرید که برای این تستی که الان لازم دارید ازش استفاده کنید. موفق باشید.